روز در مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم یک عربی بای، یک عربی که مبلغ زیاد دارد، هنگامی از مسجد برآمدن یک موی سفید را می‌بیند که مسجد را تازه کرده ایستاده است، یعنی که در آنجا همچون تازه کننده مسجد، روبنده مسجد کار میکند و به کار خود مشغول است. این عرب به نزد آن موی سفید رفت و کمی مبلغ به او دراز کرد و همین طور خواست که کمی هم باشد او را شاد گرداند و صدقه کرده باشد. لیکن آن موی سفید دیری نگذشته از جیب خود، از کیسه خود پولگیرک، یعنی که به اصطلاح ما کشیلاک خود را برآورد و با این عرب نشان داد که درون آن پوری کارت‌های بانکی است، یعنی که درونی پولمانکی وای، یعنی که درونی کشیلاک وای پر از کارت‌های بانک‌های گوناگون بود. و او با این عرب گفت که با این پول‌هایی که او به او می‌خواهد دهد هیچ نیازی ندارد. و او همان موی سفیدی که مسجد را تازه می‌کرد، او از هندوستان است و دارنده سلسله مهمانخانه ها هست در آنجا و سال یک مرتبه ویزای کاری میگیرد و 6 ماه به عربستان آمده در مسجد مبارک، مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم به مزد، به گرفتن مزد ادای وظیفه میکند و این مقصد خود را این چنان بیان کرد که وای میخواهد که با همین راه کمی هم باشد رازگی خداوند را به دست آورده باشد.